چه مراد مقصودهایی که در دل دارید حاصل شود و از مولای زمان و خداوند متعال این مراد مقصودها را به شما برساند. بازم میگم که خانه آبادان، خانه آبادان، خانه آبادان جماعت مولا باشه. ای آل مدد، خلیفه صاحب برای ما در این روز مبارکی دو فرزند ما باز صاحب خانواده آباد میگردند، پیام خوشحالی را ارسال کردند. خلیفه به من فرمودند که آن را به سم جماعت برسانیم. پیام خوشحالی مولانا حاضر امام با پرزیدنت و اعضای شورای شیعه امامی اسماعیلی والاحضرت شاهزاده آقاخان برای تاجیکستان دوشنبه. درباره توی فرزندان شاهزاده های ما و مولانا حاضر امام طلقه ارسال نمودن 9 سپتامبر سال 2019. پرزیدنت و اعضای عزیزم، من در ماه دکبر سال 2018 به جماعتم درباره نامزدی شاهزاده حسین و دختر خانم الیزابت هاوگ که پس از پذیرفتن اسلام نام فرین را گرفت خبر داده بودم. من به خوشحالی عمیق به جماعتم اطلاع میدیم که مراسم نکاح در تاریخ 29 سپتامبر سال 2019 در ژنو شویڅریا برگزار خواهد شد. من درخواست نمودم که رئیس فورم بین المللی رهبران اسماعیلی به حیث نماینده جماعتی جهانم در این رویداد شرکت ورزند. ازدواج پسر محبوب محسن و فرین رویدادی است که به خانواده من و شخصا و خود من خوشحالی عمیق عطا می نماید. امیدوارم در حالی که ما با خوشحالی به این جفت جوان زندگی یک جای خوشبختانه آرزو میکنیم، جماعتم نیز در جشنگیری ازدواج آنها با ما همراه خواهند بود. با محبت قلبی آقاخان، اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلامت باشید. خلیفه صاحب تشکر و گفتنی هستیم که تمام میمانان عزیز بار دیگر خوش آمدید و از زبان اهل خانواده گفتنی هم که ای دوست بیا که بزم ما آباد شود، فرزند شما الهی داماد شود. خوش آمدید، نور دیده تاج سر. و پدر و مادر گرامی از هر دو طرف، اپای عزیز پلبانو، اکای عزیزم جمعه خان، بار دیگر به شما تبریک باشد و از طرف عروس نیز. و امیدوارم که عروس بانوی این خانواده برای پدر و مادر نهایت گرامی خانواده کرمانشاهی ها نیز فرزند مناسب خواهد بود و خدمت شه عزیز و این خانواده را چون فرزند این خانواده اجرا خواهد نمود. اکای توی دار توی از پسرت، تو چو بحری و پسر چون گوهرت، ثمری 100 شجر و 100 گوهرت، اکای توی دار دولت بسرت، 130 ساله شود گل پسرت. قرصکای شما برای پدر و مادری که چنین فرزند خوب را برای جماعت ما دادستند و فرزندی است که عالم است و خدمتگار امروزه و فردای جماعت، و برای والدین عروسی که به این خانواده فرزند نیک خواهد شد. خاله تویدار توی ای دخترت، تو چناری و دختر بال و پرت، سرجر و 100 ثمر و 100 گوهرت، خاله تویدار توی از دخترت، 130 ساله شود گل دخترت. برای عروسی که فرزندی این خانواده باشد، قصکای شما استقبال بر عروس و بر داماد بر هر دو مبارک باد. و برای شما گفتنیم که شما دو گل، شما دو نونیهالید، شما چون قطره آب زلالید،
از این ساعت، از این لحظه، از این دم شما بر هم دیگر حقی حلالید. مبارک باشد. و بزمارای بزمی امشبه ما، حافظان خوشخوان ما از گروه هنری نوای و خانزمین استقبال شما. مبارک باشد. مبارک. سلام.